گرمی جانبخش بهاری، جشن نوروز، شکوه طبیعت و آوان احیای آن. معنی یعنی پاکیزگی را نشان میده. رقص و بازیمان را ادامه میدهیم و شکرگزاری مینماییم. تبلیغ مهنت و زندگی شایسته، گسترش کارهای صحرایی و بزرگداشت عنعنه‌های نیک نیاگان. خانه ها را میبرورن، تازه میکنن، کورپه ها را برآورده در بیرون، یعنی در آفتاب میگذارن، آنها را میافشونن. تاجیکستان وطن نوروز است. تنتنه‌های جشن نوروز بین المللی در ناحیه فیض‌آباد.